تنها پادشاه ایرانه که 1250 جنگ بدون شکست، جنگ عثمانیاش جنگ دیگرش بین راه احساس ضعف میکنه، تجدید قوا میکنه و پیروز میشه. اول جوانی به شیر اتک معروف میشه. استاد هوشنگ سیفون پدر معماری ایران این بنا رو سال 36 تا 42 میسازه از روی زندگی نامه نادر. از بیرون اگر به بنای نادر دقت کنید حالت شیب داره، کوهستانی، اتک بودن نادر رو کار کردن، نردهایی که دور تا دور مجموعه نادری کار شده، تمثیل 25 کیلویی نادرشاه افشاره. ستونای مجموعه رو اگر برعکسشون کنیم میشه کلاه سربازان نادر. قبل نادر یه گوشه است، وسط نیست، به دلیل جمع میشه توی چادر یه گوشه میخواد دیگه همه بیرون هر کی نزدیک میشه متوجه بشه. و جانب سنگ قبر نادر دقیقاً شبیه الماس دریای نور که نادرشاه هندوستان میاره. 1250 تا سنگ مرمر قرمز به تعداد جنگ‌های نادر کار کردن. پله‌ای که اومدیم بالا 13 تاست. به حدود 13 سال پادشاهی نادر برای ایرانمون برای مثل چادر عشایر زدن. نادرشاه تنها پادشاه ایرانه، در چادر به دنیا میاد، در چادر به دنیا میره و با آخر عمرش اصالت عشایر بودنش رو از دست. محمد گورکانی پادشاه هندوستان در گشت کرنان از نادرشاه شکست میخوره و نادرشاه از اونجا برای ما 1150 تا شتر فقط جواهرات میاره. ایرانی‌ها از مالیات معاف میشن، دیریاستری کشور منطقه ما میشیم و پشتوانه پول ایران در که خدا رحمتش کنه روحش شاد. به افتخار ایران و ایرانی و به افتخار پهلوانان ایرانی یه دست قشنگ